Welcome to the class. خوش آمدید به کلاس. And we're in the first series of the School of Christ. در دروس اول مدرسه مسیح هستیم. And this series has to do with what I call the conflict. و این درس راجع به اون نزاع هست. I could have called it spiritual warfare. میتونستم به اون جنگ روحانی بگم. But there's so much confusion today as to what that warfare is. و خیلی ها هنوز نمیدونن که اون جنگ روحانی چی That we've هست. called it the conflict. پس به این نزاع میگم. Now, we're going to read in the second chapter of the book of Revelation. پس باب دوم مکاشفه The first 7 verses. 7 آیه اول. And our lesson, the testimony of life. و درس این دفعه ما اون شهادت حیات. به فرشته کلیسای در افسوس بنویس که این را میگویم: او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا میخرامد. میدانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمیتوانی شد و آنانی را که خود را رسولان میخوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی و صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی. لیکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کردی. پس به خاطر آر که از کجا افتادی و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور و الا به زودی نزد تو میآیم و چراغدانت را از مکانش نقل میکنم. اگر توبه نکنی لیکن این را داری که اعمال نغولاویان را دشمن داری، چنانکه من نیز از آنها نفرت دارم. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوست خداست بخورد. In the second and third chapters of the book of Revelation, می‌بینیم که در مکاشفه باب‌های 2 و 3 we have the Lord's survey of those 7 churches. می‌بینیم که خداوند این 7 کلیسا رو بررسی می‌کنه. And those eyes that the Bible says are a flame of fire, و می‌بینیم که اون چشمانی که گوله آتشن که الان میگه peer into the inner state and lay bare the condition میان و اون کلیساها رو لخت می‌کنند. of those churches. این کلیساها رو بلمرا می‌کنند. Now, when everything has been surveyed and gathered together, وقتی همه چیز رو بررسی می‌کنیم، it is to establish one fact. یک اصلی رو می‌خوایم اینجا بگیم. The presence or absence of that something پس حضور یا نبودن اون یک چیز from God's standpoint justifies that being called a church. از دیدگاه خداوند عادل میکنه اون کلیسا رو. And the issue for all of those churches, every one of them, پس میبینیم که مسئله همه این کلیساها was whether they could continue as a witness, که آیا واقعا اونا میتونستند به عنوان یک شاهد ادامه بدند، whether they could continue before him. شاهد مسیح باشند و در برابر او ادامه بدند. Because the threat was to remove that lampstand, چون که تهدید همه به این کلیساها این بود که اون چراغدان تو which برمی‌دارم we know to be the church. که ما میدونیم که اون کلیساست. And what he was looking for, if he don't find, و چیزی که داشت دنبالش میگشت و اگه پیدا نکنه، he said, if you continue in relationship with me, that must be recovered. پس اگه شما میخواین با من در رابطتون ادامه بدین باید این شهادت رو بتونین بدین یا من در اونجا عمل کنم. So the question concerning every church raised up by God پس این سوال میبینیم که هر کلیسایی که توسط خدا بنا میشه in relation to his purpose is this. در رابطه با هدفش اینه: What justifies God maintaining that church? پس چه چیزی اجازه میده که خدا اون کلیسا رو نگه داره؟ Now it's very evident that there's some things that do not justify his keeping it. پس خیلی مشخصه که خیلی چیزا اصلا عدالت خدا رو که چیز میکنه که این کلیسا باید برداشته بشه. And these letters make that very clear. و این نامه رو خیلی مشخص میکنه. In the first place, the fact that God raised the church up.
اول اینکه خداوند این کلیسا رو بنا کرد does not justify itself in keeping it. دلیل نمیشه که اون نگه داره اون کلیسا رو. Secondly, what we read, دوم اینکه آنچه که خوندیم the fact that it was greatly used after it was raised up اصل اینکه اون کلیسا استفاده شد بعد از اینکه بنا شد does not justify in preserving it. این هم نمیتونه اجازه بده که اون کلیسا هنوز ادامه پیدا The کنه. fact that it had a great devotion to God این اصلیه که واقعا اون کلیسا خب رابطه خوبی با خدا داشت and it sometime had a great expression of power and grace, و در زمانی واقعا قوت و فیض مسیح اونجا نمایان بود. still did not justify in keeping it. باز هم دلیل نمیشه که خداوند اونو عادل بشماره Now کلیسا رو. this I know is a very thorough sifting of anything of what I've said. پس میدونیم که این چه چیز مهمیه. Now you understand we're talking about the church and not salvation. پس بدونید که ما داریم در رابطه با کلیسا صحبت میکنیم نه نجات. So what then justifies the Lord in preserving and going on with such an instrument? پس چه چیزی به خدا اجازه میده که یعنی خدا رو اجازه میده کلیسا ادامه پیدا کنه و عادل شمرده بشه؟ Now to answer that question, حالا این سواله که ما جواب بدیم we have to come to know what was in the mind of God ما باید بدونیم که چی در فکر خدا بود when he raised that instrument up. وقتی اون وسیله رو بلند کرد. And we'll find all we need to know from the description of the instrument itself in this lesson. و میدونیم که تنها چیزی که باید ما بفهمیم در این درس Now, our knowledge of the Word of God اینه که دیدگاه خدا رو بدونیم و فهم ما از کلام خدا gives a lot of light on what it means. خیلی نور میده به اون معنی The Old Testament comes to our help. و اون عهد عتیق میاد به کمک ما. Whether it be the candlestick in the tabernacle باشد که اون جاشمی باشه در هیکل خدا or the candlestick all of gold in Zechariah 4:2, یا اون شمدانی باشه که پر از طلاه در زکریا 2 we know that in both cases زکریا 4:2 و میدونیم در هر دو there was represented the living expression of the Holy Ghost life. میبینم اینکه نماینده اون حیات روح القدسه. Take the candlestick all of gold و اون شمدون رو بردارید که پر از طلاست with its 7 bowls, 7 pipes, و میبینیم که 7 چیز داره، لوله داره and the oil is not being emptied out of a reservoir, و روغنش داره از یه جای خالی میشه but out of a living olive tree. و روغنش از یک درخت زیتون زنده خالی میشه. This is a very complete illustration و میبینیم که این یک دلیل این که that this is something living. نشون میده که این یه چیز زنده ایه. They're not cisterns, they're not tanks, not reservoirs, اینا خواهران نیستن، اونا تانک ها نیستن یا لوله ها نیستن، but something which is coming in all the time و یه چیزیه که مرتب وارد این چراغدان میشه from an inexhaustible stream, و از یک نهریه که خسته خاطر نیست a mighty and a glorious life. و میبینیم که چقدر بزرگ، عظیمه و زنده است. And as that light burns, و وقتی این نور همینجوری میسوزه it is a constant declaration of victory over death. و میبینیم که این یک پیروزی بر مرگ، یه حیات زنده ایه. It burns in the midst of surrounding death. درسته اونجا میسوزه این چراغ بین اون مردنهایی که دور برشه. Death that is all time seeking to smother that flame, مرگی که همیشه داره سعی میکنه این شعله رو خاموش کنه. but all the while that life declares ولی تمام مدت این حیات اینو میگه that death has no power to quench it. که مرگ هیچ قدرتی نداره که منو خاموش کنه. What is it then alone that justifies God پس چه چیزی هستش که خدا رو عادل میکنه؟ in maintaining any instrument or church in relation to himself and his purpose? یعنی فقط همه چیز رو به خودش وصل کنیم و از او حیات بگیریم. It's not that it has a great history این or نیست had a great history, این نیست که کلیسا تاریخ عالی داشته، but it is that it maintains that life. یعنی اون حیات نگه داره.
in relation to the 7 golden lampstands, پس ببینیم که اون 7 چراغدان طلا there's reference to the 7 spirits of God ربط داره به 7 روح خدا and to Jesus Christ, the faithful witness. و عیسی مسیح اون شاهد امین. So you see, Christ is identified with these lamps. پس میبینیم که عیسی مسیح با این چراغ‌ها چیز شدند، And یکی the شدند. reason these lamps, which is the church, و میبینیم که دلیل این چراغدان‌ها که کلیسان are called into being که اونها دعوت خونده شدند is that they may be an ever abiding expression of Christ himself. که باشد که اونها اون مسیح و حیات مسیح باشند که نمایان میشه از طریق افراد و کلیسا. An expression of him as a faithful witness, the living one. یعنی اون بودن و ماهیت مسیح آشکار بشه In the power of the Spirit. توسط قوت روح القدس. Now, when we analyze the state of these churches, وقتی ما بررسی میکنیم وضعیت این کلیساها رو now we find in 5 of them at least در 5 تاشون اینو میبینیم that there are variety of elements. که عنصرهای مختلفی بوده Each of them is an expression of something که هر کدومشون معنی یه چیزیه that is a contradiction to the Holy Ghost, که به ضد روح القدس عمل میکنه a contradiction to the Spirit of life. و ضد اون روح حیات عمل And میکنه whenever such a thing is found among God's people within the vessel, و وقتی میبینیم که یه چیزی در ظرف خدا پیدا میشه it constitutes an element of death, و نشون میده عنصر مرگو provides a foothold for Satan, و نشون میده جای پای شیطانو and for the most part, consciously or unconsciously among God's people, و بیشتر چه بدونیم چه ندونیم the testimony of life is contradicted. این شهادت حیات مثل اینکه جوری دیگه نمایان And شده if that testimony of life is not regained, پس اگر این شهادت معلوم نشه he said that I'm going to remove the lampstand, خدا میگه که من اون چراغدان رو بر میدارم which means you may be religious and men call you something, یعنی اینکه شما شاید مذهبی باشین و افراد شما رو چیزی صدا میکنن but you are not my church. ولی شما کلیسای من نیستید. Now the point is this. حالا مسئله اینجاست Satan will resort to anything و شیطان به هر چیزی خودشو میده to get some foothold into a divinely constituted instrument که یه جای پایی پیدا کنه در اون چیزی که از نظر الهی مستقره so that that thing becomes a contradiction right at the center. تا اینکه این چیز یک ضد خدا بشه، ماهیت ضد خدا. It has a name, it has works, درسته اسم داره، اعمال داره، it has many things that even the Lord cannot judge, خیلی چیزهایی داره که حتی خدا نمیتونه اون داوری کنه. but the vital thing, life, ولی اون چیز مهم که همون حیاته، which constitutes the Lord's justification for keeping it, یعنی به خدا اجازه میده که اونو نگه داره کلیسا رو، is not there. اون دیگه اونجا نیست. It is not a question of whether it was once good, و این سوال نیست که یک روز اینها خوب بودند، but has the Lord that basic thing that's essential for that element, for Wow. that instrument. و برای خداوند میبینیم که این یک اساسیه برای کلیسا. Now, you and I must know پس من و شما باید بدونیم that this applies to every one of us individually or collectively. و باید بدونیم که این برای ما هممونه، فردن یا جمعاً. Here's life in me individually حالا اینجا حیات در من is the only thing that justifies me calling myself a Christian. و این تنها چیزی که اجازه میده من خودم رو مسیحی You may go بخونم. to church every Sunday. شاید هر یک شنبه کلیسا بریم، You may have a dozen buttons for never missing Sunday school. شاید هیچ وقت کانشادی از دست ندید. But if this life is not there, ولی اگر این حیات در شما نیست، you are not His. شما مال او نیستید. And if it's not in that church, و اگه در کلیسا این حیات مسیح نیست، it is not a church. این کلیسا نیست.
You have not been apprehended by God just to be saved. شما توسط خدا خونده نشدید که فقط نجات داشته باشید. Salvation is only the basic introduction into what you're to be. پس نجات فقط شما رو معرفی میکنه به آنچه که شما باید بشوید. Now the Lord gathers his own together و میبینیم که خداوند خودش رو جمع میکنه to form them into a corporate expression of his Son. خواندگانش رو خداوند جمع میکنه تا اونا رو سازماندهی بده تا به شباهت پسرش عیسی مسیح در بیان. And to do that, it must be a living organism. پس تا این کار بکنه باید یک ارگان زنده‌ای باشه. We've got thousands of religious debating societies, ما هزاران مذهب داریم که هی با هم بحث میکنن and they call themselves a church. و خودشونو کلیسا میخونند. But God says they're not justified to be a church. و خداوند میگه اینها اجازه ندارن کلیسا خونده بشن. The one constant danger is پس میبینیم که خطر مهم اینه. in the divine thought in God raising up a vessel یعنی در فکر ما که خداوند میخواد ظرفی رو بلند کنه can be lost, گم شده میشه and a lot of other things just continue to function. ولی چیزهای دیگه همجوری ادامه خواهد داشت. Now the Lord's standard of judgment, حالا میبینیم که خداوند چطوری داوری میکنه. the one inclusive thing we learn or ought to learn اون چیز اصلی که ما باید یاد بگیریم in the Lord's survey of these churches در کار خداوند، بررسی خداوند از این کلیساها، is that the Lord deals with every life or vessel که خداوند با هر زندگی و حیاتی و ظرفی in the light of a specific purpose for that vessel. برای اون هدف اصلی که اون ظرف رو ساخته داره به اون ظرف نگاه میکنه. He never deals with you or the church هیچ وقت با تو و کلیسا on the grounds of its general usefulness. بر اساس اون کاری که باید بکنی با دیل نمیکنه. These chapters would never have been written این بابها، کتابها هیچ وقت نوشته نمیشد if the Lord had simply taken this view. اگه خداوند فقط این دیدگاه If داشت. you'd have looked at it and said, well, this was not so bad, پس اگه فقط بهش نگاه میکرد میگفتش که خب این زیاد بد نیست، there's still something that's valuable here. هنوز یه سری هست توش که ارزش داره، Therefore, I'm going to preserve it. پس من نگهش میدارم. Why am I saying this? حالا من چرا دارم اینو میگم؟ Because so many will say, چون که خیلی هم میگن you're an extremist. I've heard that. که شما خیلی متعصبید. Why not be satisfied with what's commendable in the church today? چرا قانع نمیشی با آنچه که در کلیساست؟ Because the word of God will not allow that. چون که کلام خداوند اینو اجازه نمیده. God knows and we're thankful that there's some believers, خداوند میدونه و ما هم متشکریم که ایماندارانند. though most of them be poor ones. چون که با اینکه بعضیاشون فقیرند، But when you come to see God's purpose, ولی وقتی شما میایین که هدف خدا رو when ببینید، you see what He has designed for His church, وقتی میبینین که چی برای کلیساش مقرر کرده، then you can never be satisfied with nominalism or general goodness. اون وقت هیچ وقت قانع نمیشید با یه چیز معمولی و یه کلیسای عادی. Now, when you come to a word like this, حالا وقتی میرسیم به همچین کلامی you find it taking you right on to the end. و میبینید که شما رو همینجوری به آخر میبره. You can call it extreme if you like to, شما میتونید اینو تعصب بخونید. but the Word of God tells us quite plainly و میبینیم که کلام خداوند خیلی به سادگی به ما میگه where there's a great past, که اون جایی که تاریخ a great گذشته history of divine blessings, و برکات خیلی عالی در گذشته بوده در کلیسا، none of these things are adequate or justification هیچ کدوم از اینا کافی نیست for the Lord's keeping of that vessel. که خداوند این ظرف رو نگه داره. He must let it go باید بذاره که اینا برند unless the real purpose for which it's raised up مگر اینکه اون هدف اصلی که برای اون انتخاب شده has been fulfilled. عملی بشه. For what was the church raised up then? پس ببینیم که کلیسا اصلا برای چی درست شد. It was never the purpose of God هیچ وقت هدف خدا این نبود to have a general church
که یک کلیسای معمولی داشته then باشه have a special church inside of that. تا اینکه یک کلیسای مخصوصی داخل این کلیساش داشته باشه. God's plan has never been هدف خداوند هیچ وقت این نبوده to have a general mass of believers که یه سری ایماندار داشته باشه and a special company called overcomers in the midst of all of that. و یه سری افراد در درون اون کلیسا داشته باشه که فقط اونا مغلوب The شدند. very fact that the Holy Ghost used that word overcomer همین اصلی که روح القدس این کلمه غالب شدن، مغلوب شدن استفاده کرد declares that there's a failure somewhere. نشون میده که پس حتما جای شکستی هست. The Lord's purpose for all of His church, پس میبینیم که هدف خدا برای تمام کلیساش which according to Jesus چون که طبق عیسی مسیح will be realized only by few in comparison with the big, توسط بعضی فقط شناخته میشه. but the purpose is ولی هدف اینجاست that it should maintain the testimony که اون شهادت رو باید نگه داره، that of a life that has conquered death شهادتی که نور بر مرگ غلبه یافته and will conquer death to the end. و حیات غلبه یافته و تا به ابد اونو مغلوب میکنه. It is a life question. این یک سوال حیاتیه. We're here as a body of Christ ما اینجا هستیم به عنوان بدن to مسیح maintain the testimony of Jesus. این شهادت عیسی مسیح رو نگه داریم And the testimony of Jesus is و اون شهادت عیسی مسیح God raised him from the dead. که خدا او رو از مردگان قیام He کرد، is alive. یعنی او زنده And است when people come to our churches, و وقتی مردم به کلیساهای ما میان they should leave there knowing that he's alive. اون بعد اونجا رو ترک کنن بدونن که عیسی مسیح زنده است And that's the only thing that justifies us being called a church. و این تنها دلیلیه که کلیسا عادل شمرده The میشه. testimony of Jesus is always related پس میبینیم که شهادت عیسی مسیح همیشه ربط داره of his being raised from the dead. که از مردگان او قیام کرد، That is, he lives by a life and a power that conquered death. یعنی اون زندگی میکنه، حیات داره بر مرگ The Bible says he lives by the power of an endless life. و با قوت یک حیات ابدی زندگی And میکنه that's the life that's in the church. و این همون حیاتیه که در کلیسا باید باشه. He is alive. پس میبینیم او حیات زندگیه. On that ground, بر این اساس and those whom the New Testament approves, و اونهایی که عهد جدید قبول دارن not میپذیرن، what a lot of religion approves, مذهب اونو قبول نداره، but those whom the New Testament approves ولی اون چیزهایی که عهد جدید قبول داره as میپذیره، witnesses to Jesus شهادت به عیسی مسیح are میدن. not those who talk the truth about him, اونهایی نیستن که فقط حرف از راستی میزنن، but are those who by reason of their life یعنی به دلیل are زندگیشون witnesses of his resurrection. اونا شهادت قیامت مسیحند. This is the testimony that he looks for in that church. پس خدا داره دنبال این شهادت And when you and I understand در کلیسا میگرده و that اگر there were truly 7 churches in Asia, و اگه من و شما بفهمیم که 7 کلیسا در آسیا بود but they were an example of the entire church history. ولی اونها یه دلیلی بود، یه نمونه‌ای بودن در تمام کلیساهای تاریخ. From Ephesus و می‌بینیم to Laodicea, از افسوسیان تا اون کلیسای لاودیکیه God gives us a picture of the church. خداوند یک تصویری از کلیسا میده Ephesus lost the first love. و می‌بینیم که افسوس اون محبت اولش از دست داد Time you get to Laodicea, there's not Christ is outside of it. و میگه که مسیح بیرون از کلیساست. Now, we're witnesses here of his resurrection. پس ما شاهدان قیامت او هستیم. So the whole question پس سوال اینجاست، resolves itself into the one of testimony of life. پس ببینیم که حیات، اون شهادت حیات تو اون کلیسا هست یا نه. It's not the testimony of truth in the first place. پس می‌بینیم که شهادت راستی بر مرحله اول نیست. It is a testimony of life. شهادت حیاته. So we have to ask the question, پس ما باید این سوال از خودمون بکنیم، is the flame burning as in the beginning?
آیا این شعله همینجوری داره میسوزه چنان که از اول سوخت witnessing to those around us و شهادت میده به اونهایی که اطراف ما هستند that Jesus lives and is triumphant, که عیسی مسیح زندگی میکنه و پیروزه even over the dark background of a world of death. حتی در برابر اون دنیای مرگی که اطراف ماست. So the issue of this day, of this hour, پس میبینیم که مسئله امروزه ما in the church history is در تاریخ کلیسا the issue of life and death in a spiritual way. مسئله حیات و مرگ از نظر روحانی. Aren't you and I more and more exhausted آیا من و شما بیشتر خسته خاطر نمیشیم and a draining of your life? و انگار حیات ما از ما میره Isn't there an exhaustion of the energy, especially in relation to prayer? و اونجا انرژی نیست در دعا؟ Is it not true it requires an effort to pray آیا این درست نیست که تلاش باید بکنید تا دعا کنید؟ and to get through to God when you start? و باید و شروع کنید و تموم کنید و به خدا برسید. Lying back of all of this و پشت همه اینها is the final conflict of all ages. و میبینیم که اون نزاع همیشگیه. It is the issue of life and death. این مسئله حیات و مرگ. Spiritual warfare به جنگ روحانی isn't to drive all demons out of your city, این نیست که دیوها رو از شهرمون بیرون کنیم. but the warfare جنگ اینه is to manifest this life in spite of them. که این حیات رو آشکار کنیم. It's a testimony of life. این شهادت